فصل 10. چون روز بردمید، سهراب با سپاه توران سوار شد و به سوی دژ آمد. در دژ گشاده دید و دژ از جنگاوران تهی یافت. همه گریخته بودند و آنان که مانده بودند مطیع فرمان شدند و دژ تسلیم او کردند. از آن سو کیکاووس چون نامه برخواند در اندیشه شد و ارکان دولت و بزرگان حضرت را چون طوس و گودرز و گیو و کشواد و دیگر سران و سرداران فرا خواند و نامه بر آنان بخواند. همه در شگفتی شدند. کیکاووس با پهلوانان به راز گفت که کار بر ما به درازا کشد. اکنون بگویید که چه بایدمان کرد؟ همه یک زبان گفتند که باید گیو را به زابلستان فرستاد تا رستم را برانگیزد و بیاورد. گفتار در نامه نوشتن کیکاووس به رستم و آنچه از آن پس روی داد. کیکاووس دبیر را پیش خواند و گفت که نامه ای به رستم نویسد. او نامه ای با حمد و ثنای خداوند آغاز نمود و گفت که تو هموار فریادرس ایرانیان بوده ای و جز تو در جهان کسی نیست که بدو پناه توان برد. سپس گفت که بزرگان در پیشگاه ما گرد آمده اند، زیرا که نامه ای از گژدهم آمده. همه هم رأی شدند که به دست گیو نامه ای نزد تو فرستاده شود. چون نامه برخواندی با سپاه زابلستان بدین سو بکش تا به جنگ پهلوان تورانی روی، زیرا که آنسان که گژدهم نوشته است جز تو کسی با او بر نیاید. کیکاووس روی به گیو کرد و او را گفت که به شتاب برود و هیچ در آنجا درنگ نکند. اگر بامداد رسد شامگاه بازگردد و اگر شامگاه رسد بامداد در حرکت آید. از او خواست که رستم را نیز به شتاب وادارد و بگویدش که حال به گونه است که درنگ را بر نمیتابد. گیو نامه برگرفت و رهسپار زابلستان شد. رستم او را به پیش باز آمد. چون گیو نزدیک شد از اسب فرود آمد. رستم نیز فرود آمد. رستم او را از کیکاووس و کشورش پرسید. هر دو سوار شدند و به ایوان رستم رفتند. گیو نامه به رستم داد و رسالت به جای آورد. رستم نامه برخواند و شگفتی نمود که این سوار تورانی که همانند سام است کیست؟ سپس گفت مرا پسری است از دخت شاه سمنگان که هنوز به جایی نرسیده که شایان لشکرانگیزی و پیکارگری باشد، ولی به زودی چنین خواهد شد. من نامه ای با زر و گوهر به نزد مادر او فرستادم. به من خبر دادند که به زودی همپایه شاهان گردد. فردا به پیشگاه شهریار خواهم آمد تا بنگرم که پهلوانان ایران را چه راهی در پیش پای توان نهاد. مگر بخت شاه بیدار نباشد، وگرنه این که تو وصف می‌کنی کار دشواری نیست. پس به بادگساری نشستند تا مست شدند. بامداد روز دیگر مجلس به صبوحی بیاراستند. روز سوم نیز بی آن که در اندیشه کیکاووس و فرمان او باشند به شادخواری نشستند. روز چهارم گیو رستم را گفت که کیکاووس زود خشم و بدخوی است و با آنچه ما در آن هستیم موافقت نکند، که دلش سخت مشغول این مهم است، آنسان که خواب و قرار از او دور شده است. رستم گفت از این میندیش که در روی زمین کس نیست که با ما در پادشاهی به نزاع برخیزد. پس فرمان داد تا زین بر رخش نهادند و از کوسها و بوقها بانگ برآمد و با لشکر به سوی پیشگاه شاه به راه افتاد. چون برسیدند کیکاووس شرم به یک سو نهاد و بر گیو بانگ زد که رستم کیست که در فرمان من سستی ورزد یا از پیمان من سر برتابد؟ او را همکنون بگیر و بردار کن و دیگر در باب او با من سخن مگوی. گیو حیران شد، ندانست که چه کند. آنگاه کیکاووس روی به طوس کرد و گفت که هر دو را بردار نمایی. و چون لهیب آتش از جای برجست که برود. طوس دست رستم را گرفت تا او را از نزد کیکاووس ببرد، باشد که خشمش فرو نشیند. رستم روی به کیکاووس کرد و گفت
آرام گیر و این خشم و تندخویی به یک سونه که هر کارت بدتر از کار دیگر است. تو در خور پادشاهی نیستی. اگر توانی سهراب را بردار کن و بدخواه خود به خواری افکن. آنگاه طوس را از پیش خود براند و بر زمین افکند و خشمناک بیرون شد و پای در رکاب رخش آورد و گفت من بخشنده تاج و سرور قومم. چرا کیکاووس بر من خشم گیرد؟ کیکاووس که باشد؟ طوس کیست که دست بر من دراز کند؟ پس روی به ایرانیان کرد که خود کار خود براندیشید و جان خود از دست سهراب در امان دارید. او آمده است که خرد و کلان شما بر جای نگذارد. من میروم و از این پس کسی مرا در ایران نخواهد دید. سران و سرداران از آنچه رستم در حضور همه گفته بود غمگین شدند و به گودرز پناه بردند و گفتند تویی که به نرمی و ملاطفت خویش هر شکسته را درست می‌کنی و هر دشوار را آسان می‌سازی، بر این پادشاه دیوانه داخل شو، زیرا که او جز سخن تو نشنود. شاید که او را به رستم مهربان کنی. گودرز شتابان نزد کیکاووس رفت و گفت رستم چه کرده بود که به گونه ای با او سخنگویی که کشور برآشوبد؟ کسی که او را پهلوانی چون رستم بود و او را از خود براند از خردمندان شمرده نشود. کیکاووس از کرده پشیمان شد و خطای خود به گردن گرفت و گودرز را در آنچه گفته بود تصدیق کرد و گفت پادشاه باید خردمند باشد و بر تندی و نادانی غلبه جوید و گفت اکنون با بزرگان و سرداران سوار شوید و از پی رستم روید و او را بازگردانید. گودرز با بزرگان درگاه سوار شده از پی رستم رفتند تا به او رسیدند. زبان به مدح و ثنای او گشودند و خواستند که بماند و گفتند تو خود میدانی که کیکاووس کم خرد است و چون به خشم آید زمام سخن خویش در دست ندارد، ولی پشیمان می شود و بهتر از آن می شود که پیش از خشم گرفتنش بود. اگر تو از شاه ملول شده ای، ایرانیان را چه گناه؟ اکنون کیکاووس از آنچه گفته بود پشیمان شده، آنسان که نزدیک است که دست به دندان گزد. رستم بپذیرفت و گفت مرا به کیکاووس چه نیاز که تختم زین اسب من است و تاجم کلاه خود خودم و جامه من جوشن من و مرکوب من مرگ. کیکاووس و خاک راه در نزد من یکسانند. از او ملول و خسته شدم. هرگز از او بیمی به دل راه ندهم و جز از خدای نترسم. گودرز گفت ایرانیان و سران سپاه این کار را به گونه دیگر تعبیر کنند که رستم این کار بدان کرد که از این دشمن ترسیده است و سر در گوش یکدیگر نهاده از این گونه سخنان گویند و در همه جا جز سخن از سهراب نیست. خلاف رأی شاه مکن و به او پشت منمای. با بازگشت خیش نامت را که سراسر آفاق را گرفته است مزدای و بدان که دشمن گلوها را فشرده است و دیگر فرصتی نمانده. تخت شاهی را مشکن و تاج شاهی بر خاک میفکن. گودرز پیوسته از این سخنان می گفت تا مگر عطوفت او برانگیزاند و دلش نرم سازد و خشم او بنشاند. رستم عنان به آستان شاهی راند. کیکاووس پیش آمد و از او پوزش خواست و گفت خداوند مرا تند خوی آفریده است و درخت آنسان روید که آن را کشته اند. این دشمن دلم سخت مشغول داشته و سینه‌ام از خشم هجوم او بر من تنگ شده است. تو را فرا خوانده بودم که مرا در برابر شر او یار شوی، چون درنگ کردی تندی کردم. رستم گفت جهان از آن توست و همه بندگان توییم و جز برای اطاعت از فرمان تو نیامده ایم. کیکاووس گفت اکنون روز بادخواری است و فردا روز فرمانگذاری. بیایید نخست سرها از باده خوش داریم، آنگاه به کار سپاه پردازیم. پس فرمان داد تا بزم شاهنشهی انس بیارایند. ایوانی چونان بهار خرم و از اطراف آواز عود و نی تنین افکنده بود. گرداگردشان ساقیان و رامشگران ماهروی
جامهای می گلگون به گردش درآورده بودند. تا شب به نیمه رسید نوشخواری و باده گساری بود. بامداد روز دیگر کیکاووس فرمان داد تا کوسها بر پشت پیل بندند و در گنجها بگشاد و بندگان و خدمتگزاران را روزی بخشید. 100,000 سپاهی غرق در سلاح بیرون آمدند و رفتند تا به دژ سپید نزدیک شدند. آنان که بر دیدگاه بودند بانگ برداشتند و سپاه را هشدار دادند. چون سهراب از آمدن سپاه خبر یافت، بر باروی دژ برآمد. لشکر را نگریست و به انگشت یکی از سپهسالاران را نشان داد. چون هومان بدید، قلبش از بیم به تپش افتاد و بلرزید. آنسان که سخن گفتن نتوانست. سهراب گفتش: از آن چه میبینی بیمی به دل راه مده، زیرا که در آن میان کسی را نیابی که با من نبرد آزماید و یاری درنگش باشد. گرچه لشکری بزرگ است با سلاح بسیار، به بخت شاه افراسیاب میدان جنگ از خونشان دریایی متلاطم خواهم کرد. و بی آنکه به دشمن بیندیشد از باره فرود آمد و از ساقی جام باده خواست و بنوشید و فرمود تا سراپرده بیرون بردند و در صحرای جلوی دژ برزدند. انبوه خیمه ها و اسبان و سپاهیان صحرا را پوشیده بود. چون خورشید فرو نشست و شب بر سر دست آمد، رستم نزد کیکاووس شد و از او اجازت خواست که چونان جاسوسان به لشکرگاه ترک رود. کیکاووس اجازت داد. رستم قبای ترکان پوشید و رفت تا به دژ نزدیک شد. ترکان شراب می‌خوردند و بانگ و خروش می‌کردند. سهراب را دید به قامتی چون سرو بر تخت نشسته و سران و امیران لشکر در پیش او صف زدند، چون زند یا ژند و هومان و بارمان، و به گرد او 100 سوار ترک و برابر تختش 50 کنیزک زیباروی دست در دست هم رقص دستبند می کردند. رستم از دور در ایشان می نگریست. زند برخاست و برای نیازی از نزد سهراب بیرون آمد. مردی را دید چونان سرو بلند که همانند او در لشکر ترکان ندیده بود. او را نشناخت و با تهدید و خشم پرسید که کیستی؟ به روشنی آی تا بشناسمت. رستم مشتی بر او بنواخت و او بر جای سرد شد. ساعتی بعد سهراب پرسید که زند به کجا رفته است. ماجرا بگفتند. برجست و بر سر کشته زند آمد و شگفت زده در او نگریست. امیران و دلاوران را گفت که شب نگهبانی کنید و به خواب مروید. و گفت اگر آفریدگار جهان یاری دهد، فردا انتقام این کشته می ستانم. پس به جایگاه خود باز آمد. چون رستم از لشکرگاه ترک بازگشت، آن شب پاسدار لشکر گیو بود. چون از دور دیدش، شمشیر برکشید و آهنگ او نمود. رستم او را شناخت و با او سخن گفت. گیو آوازش بشناخت، از اسب فرود آمد و پرسید که به کجا رفته است. رستم داستان خیش بگفت و او را از کشتن زند ترک آگاه نمود. آنگاه نزد کیکاووس شد و آنچه را که کرده بود حکایت کرد. آن شب در اندیشه جنگ فردا بیاسودند. بامدادان سهراب جامه جنگ در پوشید و سوار شد. پیش آمد. بر بالایی رفت و سپاهیان ایران بدید. هجیر را که اسیر او بود پیش خواند و گفت تو را از لشکر ایران میپرسم، مباد که دروغ بگویی، که راستی سبب رهایی تو از بند می شود و تو را خلعت دهم و گنجها به تو ارزانی دارم، و اگر راست نگویی تا هستی در بند اسارت خواهی بود. هجیر گفت هرچه پرسی تو را به راستی پاسخ گویم، چه سان توانم در چنگ تو باشم و دروغ گویم. سهراب گفت آن پرده سرای دیبای رنگین که در آن خیمه ایست از پوست پلنگ و در پیشاپیش آن درفشی درخشنده چون آفتاب است و بر سر آن نوماهی است از زر در غلافی بنفش رنگ با 100 ژنده پیل و مهدی از فیروزه در قلب سپاه، از آن کیست؟
گفت آن خیمه کیکاووس شاه ایران است. اوست که بر درگاه او پیل و شیر است. سهراب گفت در جانب راست سواران بسیار صف کشیدند و خیمه های سیاه بر گرد لشکر و درفشی پیل پیکر بر پای و بر در آن سوارانی زرین کفش ایستادند. آن خیمه یکیست. هجیر گفت آن خیمه طوس نوذر است. سهراب پرسید آن خیمه های سرخ که سواران گرد بر گرد آن گرفته اند و درفشی شیرپیکر از زر و گوهر برافراشته و پشت سرش مردان بسیارند، همه نیزه دار و جوشن پوش، آن از آن کیست؟ هجیر گفت از گودرز پور کشوادگان است. سپس گفت سراپرده ای سبز میبینم با سوارانی دلیر. مردی بلند بالا آنجاست، آنسان که با آن که نشسته است از آنان که ایستاده اند بلندتر می نماید و اسبی است هم بالای او و بر زین او کمندی است که نزدیک است به زمین رسد. درفشی اژدها پیکر در پیش اوست و بر بالای آن صورت شیری است از زر. این مرد را چه نام است؟ هجیر گفت او را نمی شناسم. من در دژ که بودم شنیدم که پهلوانی بزرگ از چین آمده است و به لشکرگاه کیکاووس پیوسته. پندارم این همان مرد باشد. سهراب از این که نشانی از پدر خود رستم نیافت غمگین شد و حال آنکه مادرش چنان رستم را وصف کرده بود که گویی او را به چشم میدید، ولی چیزی که دلش بدان اعتماد یابد نمیافت. از هجیر سخن میپرسید بدین امید که آنچه در دل دارد بر زبانش بگذرد. میان او و پدرش چیزی دیگر جدایی افکنده بود، دست قضا و قدر. پس از صاحب سراپرده دیگر پرسید که او را درفشی بود با پیکر زرین گرگی بر سر آن. هجیر گفت آنجا سراپرده گیو پور گودرز است که از همه گودرزیان به قدر بیش است. سپس گفت در خاور لشکرگاه سراپرده ای سفید از دیبای رومی می‌بیند و در برابر آن اسبان بسیار صف بستند و مردانی با سپر و نیزه. این سراپرده کیست؟ گفت از آن فریبرز زاده کیکاووس است. آنگاه از سراپرده دیگر پرسید. گفت از کسی است به نام گرازه که مردی دلاور است. سهراب را سر آن بود که پی در پی بپرسد تا مگر نشان پدر یابد و هجیر پیوسته چنان که خواهیم گفت نام رستم پوشیده می داشت. سهراب پرسش آغاز کرد. او در پی یافتن کسی بود که شوق دیدارش داشت و دلش در هوای او پر می‌زد. بار دیگر از پرده سراهایی پرسید که به راستی سراپرده پدرش رستم بودند. پس از هجیر پرسید که آن سراپرده سبز که مردی بلند بالا در آنجا نشسته است از آن کیست؟ هجیر گفت این مرد را نمی‌شناسم، چگونه نام او به تو گویم؟ سهراب گفت از چیست که نام همه گفتی و نام رستم نگفتی؟ چگونه ممکن است که جهان پهلوان در این لشکر پوشیده مانده باشد؟ گفتی که او سردار سپاه و نگهبان ایران است. هجیر گفت شاید به زابلستان بازگشته که اکنون فصل بهار است و زمان بادخواری. سهراب گفت این چه سخن است که میگویی؟ در حالی که شاه خود به تن خیش به جنگ آمده، چه سان تواند بود که جهان پهلوان که نظام کار و تکیهگاه او در بست و گشاد کارها و پهلوان سپاه است در خانه نشیند؟ سهراب گفت امروز مرا با تو یک پیمان است، یا به راستی از رستم مرا خبر دهی تا تو را گنج و اموال دهم، یا سخن پوشیده می‌داری تا سرت از تنت برکنم و خونت بریزم. هجیر گفت مگر شاه از پادشاهی و تخت و تاج سیر آمده که جنگ با رستم خواهد؟ او کسی است که پیل ژیان در نبرد با او درماند و شیر درنده پنجه در پنجه او نیفکند. سهراب گفت که چه سیه بخت است گودرز که او را فرزندی چون توست با این پایه از دلاوری و خردمندی. تو مردان شمشیرزن و نیزه گذار کجا دیده ای؟
و صدای صم اسبان به گاه نبرد کجا شنیده ای؟ از آتش زمانی باید بیمناک بود که دریا نباشد و چون آفتاب طالع شود پرچمهای ظلمت فرو خوابند. هجیر در دل گفت اگر رستم را به این ترک دلیر بشناسانم در رزم هم آهنگ او خواهد کرد و ترسم که رستم به دست او کشته شود. آنگاه در همه ایران کسی که در برابر او پایداری کند نخواهد بود و تخت و تاج کیکاووس بر باد رود. مرگ در نامآوری بهتر از زندگی است با شماتت دیگران. اگر او مرا بکشد نه روز تیره شود و نه قیامت برپا خواهد شد. اگر گودرز و 70 تن پسران برگزیده اش نباشند من نه سلامت خواهم و نه بقا. اگر سرو بلند مرا از باغ برکنند شقایق نعمان بهتر که نروید. سپس روی به سهراب کرد و گفت تو را چه می شود که این همه رستم را می جویی؟ گویی طمع در آن بسته ای که با او درآویزی. زنهار چنین مخواه که تو را یارای پایداری با او نیست. سهراب که سخن درشت او شنید از او روی گردانید. برفت و خفتان بر تن راست کرد و کلاه خود ترکی بر سر نهاد. از خشم خون در رگهایش می جوشید. بر اسب نشست و نیزه برگرفت و چون پیل ژیان به میدان نبرد تاخت و به سوی پرده سرای کیکاووس شتافت و نیزه بزد و سرنگونش ساخت. سپاه ایران از برابر او می گریخت آنسان که گورخران از حمله شیر می گریزند. هیچ یک از پهلوانان سپاه را یارای برابری با او نبود. این کار بر کیکاووس گران آمد. طوس را به نزد رستم فرستاد تا او را از آنچه سهراب کرده است آگاهی دهد و خواست که بر فور برخیزد و بشتابد. طوس به نزد رستم رفت و ماجرا بگفت. رستم گفت همه شهریارانی که من دیدم روزی مرا به جنگ فراخوانده اند و روزی به بزم، جز کیکاووس که در روزگار او جز رنج و تعب بهره ای نبردم. سپس گفت تا رخش را زین کنند و لشکر خود را فرمان داد که سوار شوند. گرگین پی در پی می گفت که شتاب کند و می لرزید و تنگ اسب محکم می کرد و طوس بندهای برگستوان می بست و هر یک دیگری را می گفت که در کار شتاب کند. چون رستم سلاح بر تن راست کرد و کمربند بر میان بست، برادرش زواره را گفت که بماند و نگهبان پس پشت او باشد. رستم به جنگ شتافت. درفش او پیشا پیش می کشیدند. چون سهراب را دید که به ستبری بازو و پهنای سینه سام نریمان را ماند، در شگفتی شد و سهراب را گفت اگر خواهی به جایی دور از لشکر رویم. سهراب زود بپذیرفت و گفت به جایی می رویم دور از همه کس با هم پنجه می افکنیم و نباید که کسی تو را همراه باشد. سپس به رستم گفت چگونه توانی با من درآویزی و در برابر من پایداری کنی که هرچند که قامتی بلند و اندامی توانمند و کتفهای قوی داری، گذشت سالیان بر تو اثر نهاده است. رستم در او نگریست. قامت استوار و زین و رکابش دید و گفت جوان، تندی مکن که در پیری چه جنگ ها دیدم و چه لشکرها شکستم. چه بسا دیوان که به دست من به هلاکت رسیدند و من خود هرگز در هیچ جنگی شکسته نشدم. اگر زنده بمانی مرا خواهی شناخت. سهراب گفت از تو پرسشی دارم، مرا راست گوی. پندارم که تو رستم باشی از تخمه سام نریمان. رستم گفت نه چنین است. رستم پهلوان است و من غلام. در این هنگام امید سهراب به نومیدی کشید و روز در نظرش تیره و تار گردید و از گفتار مادر و وصفی که از پدرش کرده بود در شگفتی شد. پس نبرد آغاز کردند. نخست دست به نیزه بردند و برهم زدند تا نیزه ها بشکست. آنگاه هر یک شمشیر خود برکشید و برهم زدند، آنسان که از تیغ ها آتش می‌ریخت. زمانی نگذشت که شمشیرها در هم شکست. پس آنگاه عمود برگرفتند و بر هم نواختند.
زره ها بر تنهایشان بردرید و برگستوان ها از اسب ها فرو ریخت. هر دو پهلوان خسته شدند و اسبانشان درماندند و هر دو غرق عرق شدند و لبانشان از تشنگی چاک چاک گردید. پدر به یک سو کشید و پسر به دیگر سو و در یکدیگر مینگریستند. شگفتا که چگونه در آشنایی بر روی آن دو بسته شده بود و دو طرف را رگ مهر نجنبید. اشتر با همه سخت دلی بر بچه خود مهر می‌ورزد و پرندگانی که در اوج آسمان در پروازند و ماهیانی که در قعر آب میزیند بچه ها و جوجه های خود میشناسند و انسان از فرط آز جگرگوشه خود نشناسد و نور چشم و شادی دل خود به جا نیاورد.